خوش اومدید به پارت دوم ماینکرافت سروایورمون. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، از قسمت اول ماینکرافت سروایورمون 1 ماه یا 2 ماه اینا میگذره و من مشکلاتی داشتم. امروز فردا کردم و انداختم عقب. بعدش امتحانا شروع شد، بعدش هم دیگه جنگ شد و الانم که دیگه تا امروز دیگه رسونیمش. و خب دیگه الان بریم توی ماینکرافت سروایورمون. چی دارم میگم؟ قرار بود دزر تمپر رو لوت کنیم. اول بریم اونو لوت کنیم، بعدش قرار بود که فول آیرون بشیم و خونه بسازیم که خونه کنسل، چون دیگه توی این صحرا با چی میخوام خونه بسازم؟ اصلا قرار نیست اینجا بمونیم. گشنه من مثلا چیزی دارم، گدا گشنه. امیدوارم یه چیز خوبی بده، ما بی نباشه اینجا. از اینجا یواش یواش میریم. مادشو نزد بودم. تورچ نورانی اینو برمیداریم. آها، دمش گرم. یه دونه گلدن اپل و یه دونه زین و یه دونه دوتا از این استخونه رو برمیداریم. تارنگه بود به دردمون میخوره، پس برمیداریم. این چند نمیدونم اما گلد و استخوان. این تارنگه بود هم برداریم، برادر میگه به درد میخوره. گلد، یه دونه صدر دیگه. صدر یه زین دایمندی. زین، همه چیز زین کردیم. یه لباس چیز تریاکی. خب این از این دزر تمپرمون. حالا پیش به سوی کجا؟ قار ابوالهول. نه ببخش یه لحظه من این مادشو بزنم. ماد تورچ نورانی. خب بچه ها، اینم از ماد من شریدرم زدینش. خب بله، داشتم میگفتم شریدر رو از چه زیبا شد. عالی. اندرمن فعلا باش کاری ندارم، خودم دارم میمیرم. خب برادر منتظره که من بیام. توهانی هم نزدی با هم بریم یه قاره درست حسابه پیدا کنم. اینجا دیگه نمیشه. ویلیج کجاست؟ ویلیج دارم ول میکنم میرم. بریم الان. من غذا ندارم، چیکار کنم؟ اینو میخوریم. غلطی هم نمیخورم. بچه لورستانی داریم. بودو من الان دیگه با پاره میشم بخوام برم اونجا. پس کار میکنیم تخت داریم، خدا رو شکر. شانس رو ببین تو. اینجا بخوابم. ای خدا، باز خوبه ست کرده بودم. آقا ولم کن جان عمت. صبح بارونی شدم، چندان فرقی هم نکرد برام.
خب این وسایلمون رو برداریم. عجب تخم سگیه این کسکش، بی پدر و مادر. خب سریع برگردیم. الان دیگه چیا داریم؟ یه دونه گون ایچنت کجا رفت؟ ایچنت بابا اونا رفتن، خداحافظ. بریم به دنبال قار. خدای شانس آوردیم، ست کردم، خدا رو شکر. نصف جو مونده بود، تخت من که دیگه اونجا خراب شده بود. دیگه میماردم از همون جای اول میومدم غذا بخورم، غذای حلال. اینجا چیه؟ جمع شدن میخوان دارن تصمیم میگیرن. لیفت داد. من مجبورم آجی، باید این روستا رو باید غارت کنم تا زنده بمونم. بخور تا خورده نشی. غلام خسته رو هم باید کارشو بسازیم. غلام کارت بلک رفتم بالا. گلدن اپل ما بده ای خدا. اینا رو برداریم تا من غلامو نکشم. دست بردارش نیستم. این قضیه رو شروع کردی، باید تمومش کنم. کجا رفت؟ دادا برو بالا برو. غلام چقدر پیشرفته شده آجی، اصلا دیگه بازی ما رو از بر بلده. غلام معذرت میخوام، ببخشید داداشی. بابا غلام تو که مال این حرفا نبودیم، ما رفیق بودیم. دست بردار، یه چند تا بلاک بذار بکشیش. بیا ببینم میرسه. بیا اینجا تخم سگ. کشتیمش. آیهناش هم به دست آوردیم. تریاکا شد. فعلا به این یکم بخوابم. در رو ببند. دمش هم. خب این از این. حالا باید چیکار کنیم بچه؟ فول آیرون که این اصلا نمیتونم بشه. باید از اینجا فرار کنم.
میریزن سرتون. این چیه؟ پورتال ندر خراب شده. پورتال ندر کن. گلدن اپل من ماندونه. حاجی من گلدن اپل ما از اینا نگرفتم، رو خونه مونده بود. اینو بگیرم بیام لازممون میشه. خب کدوم بالای کدوم خونه بود؟ اینجا بود. نیست؟ یعنی چی؟ دیسپان چی بود؟ دیسپان شده؟ یعنی چی آقا؟ یه گلدن اپل هم از ما گرفتیم. یعنی چی؟ اینها خب میارزه. این چندم داره که حالا بلاک گلدش کجاست؟ بازم پیککس آیرونی ندارم. ضد تمپر. بریم داخلش را بلوتیم، بریسیم. زهر مار چه صدای بدی داره. چند تا گل حاجی گلدامون هم از دست دادیم تو ویلیج. شانس هم نداره. یه این چند دیگه به جای این میذاریمش. گوشت زامبی هم شاید به دردم بخوره وقتی غذا نداریم. امرالد، گوشت زامبی، استخوان. خب دوره بریم ما. تا از اونجا بیام این همه چیز دوره صبح میشه. حالا یکم غذا بخوریم. بزنم موتور بریم. میبینیم بچه ها چقدر زیبای ماینکرافت. خیلی زیبا میشه وقتی شاید بگین چه بازی آشغالی، ولی کسایی که پلیر قدیمی هن و ماینکرافت رو واقعا دوست دارن براش این صحنه خیلی زیباست. واقعا حال میکنم من با این اصلا. من ماینکرافت رو برای همین خیلی دوست دارمش. از اینجا بپرم میتونم برسم اونجا؟ خیر نمیتونم برسم. زامبی یه چشی داری تشنج میکنی. نمیدونم زامبیانه. این همه گندم داریم اونا رو تبدیل به نون کنیم غذا بخوریم. بچه ها هنوز هم دنبال ویلیجیم. هنوز پاره شدم من بچه. نشانش هست تا الان میدونی بالای 5-6 تا کدو دیدم ولی پامکین دیدم ولی پیدا نکردم. ویلیج خود ویلیج نیست. لامصب. خب از ترجمون داریم غذا من پاره تفا ویلیج همینجا جلومون بود. ویلیج آجی بالاخره بعد از کلی گشت و گذار ویلیج ما رو پیدا کردیم. چقدرم غذا داره. خب
خیلی هم خوبه، عالیه، نایس. بریم ببینیم دیگه چی داره. اینجا کنیم. امیدوارم 2 تا غلام داشته باشه. این یه جا خوبیه، قایم برفی هم کنارش داریم. برو بمیر، از اونجا نتونستی بپری. لیز خوبیه، خدا وکیلی جای قشنگی هم هست. خب ببین، ما میایم نزدیکای همینجا یه دونه خونه مشتی میسازیم و دیگه باید بریم دنبال، بعد از اینکه خونه رو ساختم. غلام خوشتی؟ بلند شو تخم سگ. رو نمیده به ما. خب داشتم میگفتم اینجا یه دونه خونه مشتی میسازیم، حالا یه جای صاف پیدا میکنیم. بعدش چیکار میکنیم؟ میریم دنبال فول آیرون شدن. بعد از فول آیرون شدن میریم دنبال چی؟ قول نمیدم آجی بر فول آیرون بتونیم پارت بعد بشیم، ولی اینو قول میدم که قول نمیدم بشم. بعد اینکه فول دایمن شدیم میریم دنبال چیز ندر. البته قبل از فول دایمن شدن میرم ندر. بعدش میریم دیگه اندرمن و اینجا چیزا رو بکشیم، میریم دنبال اژدها. باید از این بتونم برم. نه بچه جدی یا اصلا سری نمیدو، میدونی به خاطر همون. من نه تموم میکنم ویدیو رو، همینجا تموم کنم. خب بچه دمتون گرم، ببخشید الکی سرتون درد آوردم. تا پارت بعدی فعلا.